فیلم پرروایت برنده نخل طلا در اسکار 2024 با 5 نامزدی می درخشه و به احتمال زیاد برنده جایزه فیلمنامه اورجینال اسکار بشه. سلام، در این ویدیو میخوایم درباره فیلم آناتومی یک سقوط به کارگردانی ژوستین تریه فیلمساز فرانسوی با هم دیگه صحبت کنیم. فیلم آناتومی یک سقوط فیلمیه با روایت‌های ساختگی و کلوزآپ‌های نزدیک که ما رو به شخصیت‌ها نزدیک میکنه و دوربین روی دست که عدم اطمینان و اضطراب رو به تصویر میکشه. ساندرا نویسنده رمان‌های عمیقاً شخصی به همراه همسرش ساموئل که دوست داره نویسنده بشه و پسر کمبینا و نابالغش دنیل و سگشون اسنوپ در کلبه‌ای در ارتفاعات برفی زندگی میکنن. یک روز که ساندرا برا چرت زدن به اتاقش رفته، در حالی که دنیل و اسنوپ برا پیاده روی بیرون رفتن، ساموئل از بلندترین قسمت ساختمان سقوط میکنه و میمیره. ادامه فیلم یک دعوای حقوقیه و همه ما باید حدس بزنیم که آیا ساموئل پریده یا اینکه ساندرا اونو هول داده. از این نظر فیلم یک درام جناحی دقیقه. هسته اصلی فیلم میگه رویکرد دادگاه به عدالت یک رویکرد نادرسته. آیا زمانی که فقط لحظاتی از زندگی دیگران در دسترس ما باشه، اون هم سند و مدرکی که توسط خودشون ارائه شده برای فهمیدن حقیقت کفایت میکنه؟ در دادگاه زندگی مردم به بازی تبدیل میشه که هر کدوم از طرفین هر کاری میکنه که پیروز بشه. طبق اظهارات دادگاه، ساندرا به 3 دلیل محکوم میشه که شوهرش رو به قتل رسونده: تحلیل پاشش خون، بازآفرینی صحنه و فایل موجود در گوشی ساموئل مخفیانه مشاجرات خودش و ساندرا رو ضبط کرده. فایل وقتی به دادگاه ارائه میشه، ساندرا رو به عنوان یک هیولای خونسرد و درستکار نشون میده. از اونجایی که ساموئل این کار رو برای الهام گرفتن از یک پروژه نویسندگی جدید انجام داده، آیا نمیتونه بگیم که به خاطر تولید محتوا دعوایی را انداخته؟ ساموئل میخواد به خودش و همه ثابت کنه که او مورد بی‌توجهی و بی‌مهری همسرش قرار گرفته. همسرش بهش خیانت کرده و بهترین ایده‌ش رو ازش رو بوده. حالا ساندرا باید ثابت کنه که حرف‌هایی که در این فایل صوتی شنیده شده واقعیت زندگی اون نبوده. I did not kill him. ساندرا به وکیلش میگه صدای من و ساموئل بود، ولی شخصیت‌های ما نبود. اما دیگران بر همین اساس قضاوت میکنن. در واقع ساندرا مجبور به مبارزه با تفاوت بین واقعیت و ظاهر قضیه است و اینکه چطور زندگی ما زیر ذره بین متفاوت به نظر میرسه و هر کس میتونه درک خودش رو از اون ارائه بده. جنبه دیگه محتوای این فایل صوتی درباره تقسیم کار و نقش زن در ازدواج و خانواده است. جامعه ناراحته که ساندرا بیان که ابراز ناراحتی کنه هر آنچه را که از زندگی بخواد به دست آورد. و از طرف دیگه مردی داریم که به دلیل تصمیمات اشتباه دچار سقوط شده و یک خانواده را هم به سقوط کشونده و با دید قربانی به خودش نگاه کرده و حالا هم جامعه با دید قربانی به اون نگاه میکنه. دنیل به عنوان تنها شاهد در دادگاه و هم در خانواده حالا همه حرفا رو شنیده. او به مارش که از طرف دادگاه مأمور برای شهادت محافظت از شهادت او میگه که حرفای دیگه به حرفای مادرم باور ندارم.
مارج میگه وقتی ما بین دو گزینه که دلیل کافی برای انتخاب یکی رو نداری، باید یکی رو انتخاب کنی و وانمود کنی که اونو باور داری. همون کاری که همه در دادگاه انجام میدن، از وکیل و دادستان و مابقی کسان دیگه‌ای که میان صحبت میکنن. در این فیلم هر کسی روایت خودشو داره و وانمود میکنه که اون درسته، بدون این که در نظر داشته باشه که چند اندازه حقیقت داره حرفشون. دانیل هم داستان خودشو میسازه و مادر رو تبرئه میکنه. مادر زمانی که تبرئه میشه میگه که احساس نمی کنم که پیروز شدم، بلکه احساس شکست میکنم، چون همه آنچه که از نخواسته بگه گفته شده و زندگی خصوصیش برملا شده در واقع به عنوان یک نویسنده. آناتومی یک سقوط در واقع سقوط یک زن نویسنده است که مجبور به گفتن حرفایی شده که دوست نداشته بگه و توسط حرفاش و کتابهاش متهم شده. ساندرا وقتی که تبرئه میشه وقت به خونه برمیگرده، سگشون اسنوب که در همون پلان‌های اولیه با عنوان مراقب و راهنما در کنار خانواده بوده و انگار همه چیزو میدونه و میشنوه، میاد در کنار ساندرا توی تخت خواب ساموئل و مخاطب احساس میکنه که همون نقش ساموئل رو داره الان در کنار ساندرا. آب میخوام. چشم. بسیار متشکرم که در این ویدیو همراه ما بودین. امیدوارم که همراه همیشگی ما باشین. متشکرم. نقاشی آواستان نقاشی تو نشون بده مامان. نقاشی نشون دوربین بده. دوربین؟ آره. اون دیگه نقاشی تو اینطوری بده. اینطوری بس.